این گفتار به مناسبت ظهور ستاره رهایی بخش شعرای یمانی یا همان آتشدار که در فرهنگ ایران هخامنشی بدان کوروش گویند به ایرانیان پیشکش می کنم. سردیس تدفینی سنگی کرمان دوره اوریگنیشن. پژوهشگر و کاشف سلمان سمیعی. پیش از پرداختن به شناسایی این سازه سنگی باید بگویم این جانب سلمان سمیعی پژوهشگری مستقل با مجموعه و زنجیره از کشف در زمینه تاریخی و فلسفه باستان هستم که گر شنیده شود بازیابی و مرمت تاریخ گمشده ایران به آسودگی امکان پذیر می شود و هیچ گونه پیوند با دانشکده های آکنده از اساطید مزدور که بردگی ترکان آناتولی را می کنند ندارم. این سردیس در استان کرمان در کوههای میان نواحی بردسیر و باقین چون خدای غولاسا میان صخره‌های سنگی دیده به جهان زیر پای خود دوخته که این جانب آن را بنا به موقعیت سرشاخه اقوام تمدن گمشده آرشی کوشانی به نام برات از دوره اوریگنیشن به قدمت 30,000 ساله را یافتم. این سردیس تدفینی گونه استودان یا به خاک سپاری آسمانی است که در فرهنگ اوراسیا بدان گهاتور گویند. در حفره‌هایی که بر چشم و گونه آن کنده شده استودان سلطنتی یا دخمه مردگان ایجاد و سپس اجساد پادشاهان درون آن قرار داده میشد تا با خوراک پرندگان و سپس تجزیه و نشستن بر گرده باد تنشان با آسمان یکی شود که قدمتی بیش از 30,000 ساله دارند و از برای دوره آپر پلیولیتیک و اوریگنیشن است. از این رو به علت فرسودگی این گونه سازه های کوه‌آسا به سان صخره و کوه جلوه می کنند و در داستان های کهن به عهد سنگ ها معروفند که در اساطیر یونان سازندگان آنان تایتان ها، در داستان های کهن هبری نفلهیم و پسران خدا به نام غول ها آنان را ساختند که در ادبیات عرب منسوب قوم عاد است که در سومری عاد به معنی خورشید می باشد یا خورشید پرستان. از این رو گورهای دهان گشوده رو به آسمان متعلق به دین تمدن است. بدین سان شاهان ایران خود را آتا یا آدا به معنی پدر به ذات خورشید می‌خواندند. و از آنجایی که شیوه رادیو کربن برای سنجش عمر این سازه‌های سنگی به دلیل نبود کربن امکان پذیر نیست، بودن حفره‌های شبیه استودان و تراشیدگی و تغییر رنگ و همسان نبودن آنها با محیط اطراف این سازه ها را از کوههای فرسوده متمایز می کند و راه شناخت این آثار کوه‌آسا و شگرف به نام مگالیتیک می باشد. پس از عهد به خاک سپاری آسمانی یا عهد خورشید پرستان به نام آرشی کوشانی به قدمت 50 تا 30,000 سال که در اساطیر در جایگاه نیمه خدایان قرار دارد، عهد تپه تدفین معروف به کورگان یا تومولوس فرا می رسد که ویژه دوره انیولیتیک یا پیشا برنزی است یا دوره مس. تپه های هرمی به دخمه های زیرزمینی به قدمتی 15 تا 20,000 ساله که آن نیز در مناطق جنوبی ایران به وفور یافت می شود و در مقابل دیده من تن به تیغ فرسایش دادند. از این رو قفقازی ها به وسیله این سازه ها خود را منشأ اقوام آریایی خواندند، غافل از آن که گورهای کورگان به ارواح باستانی نیاکانمان به عمر 20,000 ساله در ایرانمان چون گمنامانی بیشناسنامه پخش و پراکنده شدند و پس از عهد کورگان یا تپه تدفین نوبت به عهد اهرام یا زگورات میرسد به عمری 12 تا 4,000 سال که اهرام مصر آخرین حلقه از این زنجیره می باشد. این سردیس تدفینی آکنده از حفره تراشیده است که با چرخش جنوبی تصویر مردی شیرنما یا سگ و میمون بر دیده فاش می شود که دنباله آن پیکر و گرده‌ای چون ابوالهول مصر نیز جلوه می کند و حفاری بر گونه و چشم و تغییر رنگ سنگ ها با محیط پیرامونش نشان از تراشیدگی می دهد. اکنون اندکی برای آشنایی با این سازه های سنگی به تمدنی گم شده به قلبگاه فلات ایران به نام آرشی کوشانی میپردازیم که برای دیدن اسناد و مدارک گفتار پیش رو به کتاب جادوگران واژه و اسرار جاودانگی باستان جلد 3 منتشر شده در کانال آریان عربه مراجعه فرمایید. سردیس تدفینی کرمان در لوح 12 آریش گیلگمش
در سطور پایانی چنین آمده: آریش گیلگمش در هنگام برگشت از شهر جاودانگان به شهر آروش به ناخدای سرزمین جاودانگان میگوید: ای اورشانابی، ببین و بنگر چه برج‌هایی بر این سرزمین افراختم. نخست از چندین نقل قول در باب عهد گم شده یک آرشی کوشانی یا اوروکی که دارنده سازه های کوه آسا است می آغازیم. در کتیبه مرموز از میانرودان به نام کوتا از قول نرامسین قدرتمندترین شاه از عهد اکوانی که آن را اکنون آکادی می‌خوانیم چنین آمده: ای خواننده که امیدوارم شاه باشی، به خاطر داشته باش حرف مرا که در شرق مردمانی غول پیکر میزیند که خدایانمان از آنان در هراسند و بدانجا هرگز وارد نشو. شاهنشاه آشور به نام آشور بانیپال پس از فتح ایلام چنین میگوید: به سرزمینی در آمدم که هزاران سال کسی بدان وارد نشد و هزاران سال در آن طلا انباشته شده بود. مورخ یونان هرودوت در کتاب تاریخ جلد دوم چنین آورده: دو پادشاه هرمساز مصر در دوره چهارم، خفو و خفره، از شاهان بیگانه هیکساس هستند که از آسیا وارد مصر شده اند. مانتو مورخ بطلمیوسی در باب اقوام فاتح بیگانه آریایی به نام هیکساس نیز چنین آورده: بهشت خشمگین شد و مردانی با نژادی متفاوت و سپاهی بیشمار از شرق وارد سرزمین ما شدند و بدون هر جنگ و نبرد سراسر مصر را از آن خود کردند. مورخ آلمانی در قرن 17 بونسن: تمدن کوشانی در هر کجای جهان میراثی از شوشانی های ایلام است. و ابر اسطوره شناس انگلیسی آقای فابر: از خوزستان تا سیستان ایران تمدنی به نام کوش سیستان می بوده که در متون متأخر آن را عدن گویند. آری سخن از عهد گم شده آرشی کوشانی است که فلاسفه میانی بدان انفجار اوروکی گویند. و در این باب آقای رنه آدولف شوالر دلوبیچ مصر شناس و عارف فرانسوی نیز چنین آورده: مصریان از یک تمدن پیشرفته سود می جستند که متعلق به مصر نبوده است. آقای جان وست آمریکایی پیکر ابوالهور شیر دانسته که شاهان هرمساز خفو و خفره آن را بازسازی کرده اند و منشأ آن به دوران قدیم می رسد و آقای گراهام هنکاک اهرام را بازسازی سازه‌ای بسیار کهن خوانده که بازگویی بسیاری از مورخین است. و مورخ مانتو بطلمیوسی نیز ابوالهول را متعلق به 12,000 سال پیش می دانسته. و ابر مورخ قرن 17 آقای بونسن نیز آورده: پیش از فراعنه یک تمدن پیشرفته بر جهان که مصر نیز شامل آن میشد حاکم بر این جهان می بود. آقای آرنولد هرین مورخ آلمانی در قرن 18: از آغاز زمان تا کنون کوشانی بالاترین تمدن بوده و مرموزترین مردمان و کاهنان مصر و آسیا و فرات و دجله از جنگاوری آنان داستانها آفریدند و بسیاری کوشانیان را با آتلانتیسی ها یکسان دانستند. مانند این نقل قول را کاوشگر آمریکایی جان آنتونی وست در کتاب سرپنت این د اسکای آورده: مصریان هرگز دارای تمدن غنی نبودند و مردمانی بیگانه سازنده آن شدند. و آقای روبرت شاف جغرافیدان بوستونی این گفته را تایید کرده و در باب ملاقات سولون یونانی با کاهنان سایس در باب قاره گمشده آتلانتیس در مصر چنین آورده: شما یونانیان در کتاب نویسی تازه کارید. 8,000 سال کتاب تاریخ شما تنها رسوبات کتب ماست. و باید بدانیم کاهنان شهر سایس در شمال مصر کسانی نبودند جز کاهنان کاویانی ایران، از این رو دانش اسکندریه یا سایس باستان که در قرون اوایل مسیحیت به اوج رسید را منبع دانش مرموز گنوستیکی می دانستند، فرقه‌ای که خود را حاملین دانش زرتشت خوانده اند. و آقای روبرت شاخت و روبرت کارنیرو آمریکایی در نظریه‌ای به نام محدودیت نیز چنین آوردند: در مناطقی با زمین‌های کشاورزی محدود فشار جمعیت منجر به جنگی شد که سبب تکامل دولت گردید
و آقای کارنیرو استدلال می کند که هرچه یک منطقه کشاورزی محدودتر باشد زودتر از نظر سیاسی متحد می شود و اشاره به تمدنی دارد که بر پایه کشاورزی یا قوانین دهقانی شکل گرفت وانگه به تمدن شکل و حالت بخشید. دقیقا مطابق اساطیر که شاهان کهن به نماد شاخه های گندم را دهقان ارشد خواندند، چون آثار هسوید در باب ساترن و شاهنامه حکیم که دهقانان را در بالاترین طبقه قرار داده است. و مورخ قرن 17 آقای بونسن و باستانشناس لایارد چنین آوردند: ساختار باوری مصر میراثی از فرهنگ آسیا می باشد و آقای بونسن تأکید دارد که اینان کوشانیان بودند که از سوی ایلام شوش آمده اند و نویسندگان هند باستان سانسکریت نیز متفق القولند. کوشانی ها تمدن نیل را بنیاد نهادند و همچنین کلدانی را و ساترن را با آدم برابر خواندند که در متون هندو با نام مانو شناخته می شود و همواره در پیوند کوشانیانند. و مانتو مورخ بطلمیوسی پادشاهان هرمساز را از نژاد بیگانه خوانده و آنان را با عنوان شاه چوپان که لقبی برای هیکساس ها بوده نام برده و به نقل از هرودوت دو پادشاه هرمساز خفو و خفرع به باور جداگانه بودند که به خدایان مصر باور نداشتند و درهای معابد مصر را میخکوب کردند و مصریان را روانه اهرام، دقیقاً برابر با کردارهای شاهان هیکساس و هخامنشی در هزاره‌های متأخر. و مانتو مورخ بطلمیوسی نیز چنین گفته ای را بیان کرده: بهشت خشمگین شد و مردانی از جنس متفاوت از شرق بر سرزمین ما وارد شدند. و آقای بالدوین مورخ کوشانی نیز چنین آورده: پیش از کلدانی و مصر کوشانی ها بر کل جهان به مدت هزاران سال حاکم بودند. از این رو در ادبیات هخامنشی واژه شوش که اشاره دارد به شوش ایلام کوش خوانده شده است. شوش یا شش پرستان یا کوشانیان که بنا به ریاضی ششتایی به جهان مکانیکی روحساز پی برده بودند و حاصل آن تمدن سازه های غیر قابل باور است که در ادبیات عرب قوم عاد، در ادبیات یونان آتلانتیس و در ادبیات هبری عدن آمده که در روند بومی سازی داستان‌های کهن تاریخ تمدنی هزاران ساله با سازه های شگرف را از صفات تاریخ زدودند. بدین سان در متون کهن شاهنشاه ایران با نام آتا و اشا شناخته می شود. آتا آروش عنوانی بود برای شاهنشاهان ایران تا خود را از نسل آنان خوانند که داریوش بزرگ خود را بدین گونه معرفی می کند: شاتور الاشاری آتا آروشی. شاهنشاه هخامنشی بر پایه واژه اوروش سر از خاکستر تمدن آرشی کوشانی برمی آورد. کا اوروشی کوروش، خشا اوروشی خشارشا، آرشیش اردشیر و یا آرش سراسر به ریشه آروش یا آرش هستند و اشاره به تاریخ پیشینیان آروش کوشانی دارد. و داریوش بزرگ با عنوان شاه شاهان پدر اقوام آروشی خود را به جهانیان معرفی کرد: آتا آروشی. و تیر آرش کمانگیر اشاره به پیوند دو قاره آسیا و اروپا یا فرهنگ اوراسیا دارد که برگرفته از واژه آروش است که پس از تازش تازی به وسیله سیطره فرهنگ عرب خردمندان جاده‌ای که دو قاره را به هم پیوند داد و در سراسر اساطیر کهن در قالب تیر ابرقهرمان به گونه‌های تمثیلی بیان شده است را در مرزهای ایران کنونی قرار دادند که در کتیبه های مصر جاده پیوندهنده دو قاره هوروسی یا آروسی آمده. آروس خانش یونانی آرش است. واژه روسیه اروپا و آسیا مشتقات اوروسیا یا اوروشیا می باشد و عراق و عراق. از این رو تمدن باستانی دشت‌های استپی اوراسیا از کاشغر و ختن و سینگیانگ تا حوزه تاریم را آرشی کوشانی گویند و زبان باستانی اقوام سکای آریایی ختن را نیز بدین نام خوانند که امروزه ترکان فلات آناتولی سخت در پی مصادره تاریخ اقوام سکای آریایی می باشد که اوغوزخان به 24 طایفه کسی نیست جز آریش گیلگمش یا فریدون فرخ. از این رو اوخوس یا اوغوز
نام داریوش دوم در عهد هخامنشی می بود و اغوز یا اکاسی یا اکوش می باشد به معنی چرخه وحدت ساز آتشین، همان کوشانی یا شوشانیان که اشاره به اقوام پدرسالار آریایی دارد. از این رو تا سلجوقیان برج‌های بلند معروف به اتیوفالیک، نماد جهان فعال مذکر یا وحدت در مبدأ آتشین را بر خاک می کاشتند و آلپا آروس الانی یا ارس الانی، آلپ ارسلان، اشاره به علانی های آروسی دارد یا همان اوروشی ها که سردودمان سلجوقیان می بود. و در اساطیر ملل و فلسفه میانی عهدی می باشد به نام انفجار اوروکی که اشاره به فتوحات دهقانان جنگنده دارد، همان نظریه محدودیت که آقایان کارنیرو و شاخت آن را بیان کردند. تمدنی کشاورز پیشه که به سبب انباشتگی در خود نگنجید و جهان را به زیر سیطره خود برد. از این رو خدای ارشد روم و یونان، ساترن و کرونوس، فرمانروای عهد طلایی، دو شاخ گندم بر دست دارد. بدین سان در صنعت سینمای امروز در ژانر فانتزی باستانی چون ارباب حلقه ها و بسیارانی دیگر که منشأ آن داستانی است از قرن 19 و پیرو کتیبه کوتاه نرامسین که از فرمانروایی غولان در شرق میگوید گرد آمده. آروکی ها غول هایی هستند که کوها خانه هایشان است و اشاره به برآمدن هرم هستی از یک مبدأ آتشین دارد که هسته اصلی باور کاویانی می باشد. بدین سان گورهایشان نیز در نوک قله می بود و دفن خاکی تنها برای دزدان و قاتلان. غولها یا گالوها در پیوند اقوام گوتی یا گودرزیان است که از فراز زاگرس بر افق غرب می نگریستند که غول از واژه گالو به معنی فرمانروا یا عالی جناب که حضور آن را در عهد ایلام جدید و گوتی نیز می‌بینیم که در امتداد آروشی کوشانی وارد میدان نبرد با اقوام مادر سالار در میان رودان و مصر شدند. و واژه ایلام برخواسته از مکتب چهار جهانی اولموت است که در درفش کاویانی پیوند چهار عالم یا چهار جهان به گرد مبدأ آتشین به تصویر کشیده شده که نهضت آریایی گرای پساتازی بنا به مکتب ششتایی نام خود شوشانی یا اشاشیون و نام قلعه خود را ایلامود یا علموت نامید، معرف مکتب اتحاد چهار جهان که بازتابی بود از ایلام به پایتخت شوش که در ادبیات عرب به عالم یا کل جهان جلوه نمود و اشاره به دوره‌ای دارد که جهان درون تمدن آرشی کوشانی به مکتب چهار جهانی یا کاویانی جای داشت. از این رو ابر مورخین آقایان بونسن آلمانی و فابر انگلیسی کوش در جنوب ایران را مخزن انتشار اقوام آریایی جنگنده خوانده که توانستند مویرگی بر سراسر جهان نفوذ کنند و مکتب جهانشناسی شگرفی را به تمدن بشری عرضه کردند و تراوشات ناپیدایی که در پشت پرده کیهان در جریان بود بنا به اصول تناظر یا همپوشانی نقوش طبیعت بر هم و همنشینی رویدادها بر اندیشه آدمی جاری کنند و واژگان کاشان و کیش میراثی است از این دوره و پیرو قوانین مکتب وحدت در مبدأ آتشین به آرایش تمدن بشری پرداختند و توده های نامنظم آدمی را به گرد یک نقطه به وحدت رساندند چون مرکز کهکشان و یا هسته آتشین هر اختر در چرخش. بدین سان نظام شاهنشاهی ایران که سراسر اقوام را در یک نقطه به نام آتا یا اشا به هم لحیم میداد، نظم را بر هرج و مرج خوشه های پراکنده تمدن بشری تحمیل کرد و توده های هماهنگ آدمی چون خوشه های کهکشانی در عمق خلا شکل گرفت. و این دوره گمشده تمدن ساز همان عهد تندیس های بزرگ است که ایرانمان گهواره گورهای کوه آسا می باشد، به هزار درد و دریغ دور از کاوش مانده که از برای تمدنی گمشده 50 تا 30 هزار ساله می باشد، از آپر پلیولیتیک و اوریگنیشن که ریشه ایست بر درخت تمدن آدمی. خاک سپاری آسمانی درون حفره‌های بزرگ این تندیس‌های کوه‌آسا قرار می‌گرفت و استودان‌ها درون کوه‌ها به این دوره متعلق می‌باشد که اجساد سلطنتی را در سازه‌های شکیل و اجساد عادی در حفره‌هایی در دل کوه قرار می‌دادند که عهد هخامنشی در پی احیای تمدن گمشده آرشی کوشانی بود که بدین روند مقبره‌های خود را درون میانگاه چرخه آتشین سواستیکا بر دل کوه نهادند.
و این کاوش بنا به سرشاخه اقوام آراشی به نام برد انجام گرفته و این سازه ها در مقایسه با سازه های کوه آسای دیگر قابل مقایسه نیست که مرکز فرماندهی اقوام آراشی به سرشاخه برد در دوره‌ای در استان کرمان قرار داشت. بدین سان پادشاهان کرمان را بردیا به ریشه برات یا برد گویند که تا دوره هخامنشی این روند ادامه داشت. از این رو برادر شاهنشاه کمبوجیه به نام بردیا بر امور کرمان رسیدگی میکرد که اینان اسامی سلطنتی هستند، چون آتا آروشی ابر ریشه برد یا برد که نام نواحی کرمان چون برسیر و براوات به ریشه برد اشاره به قوم جهانگیر برات دارد و این تندیس در نزدیکی شهر برسیر در گدار باغین قرار گرفته. و باید اندکی اشاره کرد که پروفسور وادال بزرگترین زبانشناس انگلیسی ساکنان انگلستان را اولاد براتئوس نوه آنئات آخرین بازمانده شهر تروآ خوانده که از اقوام آریایی جدا و از شرق از سوی هندوستان مهاجرت کرده و شیارهای بالتیک را پر کردند. از این رو نام بریتانیا برگرفته از ابرواژه برت می باشد و 22 پادشاه انگلیس برت نام دارد. و واژه بهاراتا که در قلب حماسه مهابهاراتا قرار دارد برآمده از قوم جهانگیر براتا می باشد که از غرب هندوستان بر دره ایندوس وارد شده و آنجا را فتح کردند و سردودمان به نام برات به لقب چاکراوراتا به معنی مالک چرخه جاودان آتش به مدت 27,000 سال بر جهان حکم راند که برابر با مدت اقوام فاتح آروشی کوشانی می باشد. سرشاخه اقوام آروشی به نام برد از خوزستان تا سیستان به مدت 27,000 سال تا ورود دودمان اغربیان به سردودمانی نارمر ادامه یافت و این دوره 3 برهه پلیولیتیک، اوریگنیشن و اینیولیتیک را در بر داشت. وانگه تمدن بشری به پیکره‌ای واحد به هزاران بخش تقسیم شد و سپس دوره برنز که تا پاشیدگی کامل این زنجیره ادامه یافت و گاه شمار 7,000 ساله‌ای که امروز بیان می شود از گسستگی آن فرمانروایی در عهد اغربیان یا ورود میزرائیم و نارمر و نابودی برادر قدرتمندش کوش در تورات می باشد و همچنین در جای دیگر در متون اساطیری و مقدس به فروریزش برج و تقسیم زبانها به شیوه های تمثیلی گوناگون فروپاشی این عهد را شرح داده است. در بدن دوره آپر پلیولیتیک و اوریگنیشن تمدنی بسیار هوشمند میزیسته که امروزه از بیان آن تفره میروند که عامل برپایی سازه هایی است که امروزه از تهاجم طبیعی و فرسایش در امان مانده که دوره اوریگنیشن نام خود را از این مردم گرفته، اوروکی ها یا آرشی ها. درگاه شماری سومری عهد پیش آسیلی 432,000 سال آمده، سپس پس آسیلی 30,000 سال که نخستین دوره پس آسیلی به نام کیش و سپس عهد اوروک یا اوروش آغاز می شود که در مجموع آرشی کوشانی است، اما فترت یا وقفه میان این دو عهد آریایی می باشد که با شاه انمرکار شروع و به شاه تاموزی پایان می یابد که برابر با عصر ضحاکیان به مدت 1000 سال می باشد. وانگه ورود آرش گیلگمش یا هرکول یا فریدون فرخ از این رو هر سه وارد نبرد با ثنویت شرورانه به نماد دومار می شوند. هرکول به ریشه اوروک دومار را در گهواره می کشد و فریدون فرخ نیز ضحاک دومار بردوش را به بند می کشاند و آرش گیلگمش که کاملترین داستان از فریدون فرخ است، الهه ایشتار معرف مکتب ثنویت به نماد دومار را از شهر اوروش بیرون می راند و قهرمان اکاد دارنده کمان قدرت در اساطیر اوگاری و آغوز خان در تاریخ سکایی آریایی بازتابی از ورود مردی است که ثنویت میترایی را از میان میبرد، یا همان سردودمان اوروکی ها. در آخر باید گفت عهد ایلامی جدید معروف به براتی یا اوبرایت نام دیگر برهه‌ای است به نام شوکالاما که پیش در شماشکی آمده و اینان ریشه هزاران ساله دارند. از این رو شاهان کرمان شماشکی و شوکالاما را براتی میخوانند، معروف به آپارتاید یا اوبرایت که میراثی از اوبرایت یا براتی های عهد ایلام قدیم یا آرشی کوشانی یا شوشانی می بود. بدین سان نام آتلانتیس در متون به اوبرایت معروف است یا آتایی ها که در ادبیات عرب قوم عاد آمده به برج های بلند.
و تاریخ ایلام با حد و مرز محدود که امروز معین می‌کنند دروغی فاجعه بار بیش نیست که ثانویت بودایی مسیحی آن را ساخت و به کمک جاهلان غربی بر کتب نشست و امروزه به وسیله غلامان فلات آناتولی، همان مزدوران دانشگاهی، بر صفحه اندیشه ها کنده می شود. دون آرشی کوشانی به سرشاخه برد تحت مکتب وحدت در مبدأ آتشین به دوره 30,000 ساله باغبانی شدن بر تمدن بشری. از این رو گریز از آن میسر نیست. به هر سو بنگریم، از گور دخمه ها و استودان ها تا سردیس های تدفینی بر نوک کوه ها، ناظرانی هستند بر تمدن های تازه به دوران آمده. سخنی کوتاه بود برای آشنایی با چنین سازه هایی که ایرانمان مهد و گهواره کالبدهای سنگی به ارواح باستانی است. بدین سان دکتر بروش، بزرگترین مصر شناس، همواره در ایران در سفر می بود تا لغتنامه هیروگلیف خود را بنا به اشکال این سازه ها کامل کند. از این رو هیروگلیف واژه یونانی است به معنی خط شکسته آریایی و آتا اوروکی ها پس از انشقاق و فروپاشی به وسیله میتراییان مادر سالار به دو بخش تقسیم شدند. آتا اوروکی یا آتوری ها که بدان آذری ها گوییم که مادر سالاران میترایی به نیت مؤنث سازی الف را از این واژه زدند تا به جنس مؤنث وارد میدان شود. بدین سان ظهور واژه ترک را خواهیم دید. از این رو آتا اوروک پدران ترک ها هستند و در نبود نقطه وحدت ساز آتشین اغوزخان یا فریدون فرخ، آذری های پدر سالار وارد نبرد با ترک های مادر سالار شدند و نبرد آب و آتش آغاز شد که در شاهنامه در نبرد ایران و توران می‌خوانیم. و باید به کاوشگران خاطر نشان شد این تندیس‌های کوه آسا تحت ریاضی مرموز و گمشده ششتایی به حالت سه‌بعدی پیکر تراشی شده اند و از هر سو به یک شکلند و هرچه فاصله از آن گیرید گویی بدان روح می‌دمید و خم بر چهره ایشان می‌افتد و با شما دهان به سخن می‌گشایند، با امید که این نگهبان به ارواح باستانی، این استان کهن که امروزه گرفتار هیولای افیون و غرق در فساد است را برهاند. سراسر اسناد و مدارک در کتاب جادوگران واژه و اسرار جاودانگی باستان جلد 3 آمده و جلد 4 به 1000 صفحه ویژه سرشاخه آرشی کوشانی به نام برد می باشد که به زودی منتشر می شود. این گفتار به مناسبت ظهور ستاره رهایی بخش شعرای یمانی یا همان آتشدار که در فرهنگ ایران هخامنشی بدان کوروش گویند به ایرانیان پیشکش می کنم. 1 مرداد 1404